سلام به دوستان تیرکس ایرانی، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدید به یک ویدیو جدید. توی ویدیو امروز با سپر هستیم و اومدیم یه بازی روبلاکسی رو با هم بررسی کنیم که اسمش رو الان سپر بهتون میگه. اول از همه سلام سپر. سلام. اسم بازی چی بود؟ اسم بازی فایند د باتن. بله، اسم بازی فایند د باتن هست. خیلی بازی ساده ایه. شما فقط باید در مراحل مختلف بگردید دنبال یه دکمه قرمز یا دکمه کلیک میکنید و وارد مرحله بعدی میشید. این ویدیو یک مقداری متفاوته، چون تایتل ویدیو همونجور که خوندید گپ با شما هست و از اونجایی که این بازی خیلی چیز خاصی نداره و ما فقط باید دنبال یه دکمه بگردیم، میخوام یک مقدار باهاتون صحبت کنم و اگرم علاقه ندارید به حرفای من گوش کنید، همین الان میتونید این ویدیو رو رد بکنید و برید همین بازی رو بکنید، چون هیچ توضیحی قرار نیست داده بشه. اول از همه میخوام یک تشکر خیلی بزرگ بکنم از همتون که دنبال کردین این مدت ویدیوهای ما رو. این چند ماه اخیر که آپلودی نبود من واقعا سرم شلوغ بود و درگیر بودم، ولی خب الان که دوباره تعطیلات تابستونه یک مقداری وقت دارم که چند تا آپلود بذارم و امیدوارم که شما از این ویدیوها لذت ببرید. بعد از اون که میخوام یک مقداری تعیین کنم که چنل تیرکس ایران واقعا چه کاری میخواد انجام بده، چون یک مشکلی که چنل ما داره اینه که چندگانگی درش خیلی بالاست. یعنی شما الان بر فرض مثال روی این ویدیو کلیک کردین چون از ویدیوهای حالت مثلا شاید بلاگ و فلان اینا خوشتون بیاد و شاید یکی دیگه کلیک کرده به خاطر اینکه از روبلاکس خوشش میاد و آره خلاصه دیگه. یه نکته دیگه هم که میخواستم بگم اینه که من خیلی علاقه‌مندم با، یعنی من که نه، ما بعضا من و سپر حالا چند تایی که با هم کار میکنیم علاقه‌مند هستیم که با بعضی از شما که خودتون چنل دارین یا کلا چنل ندارین یه سری ویدیوها بذاریم با هم همکاری بکنیم، چرا که خب بالاخره این محتوای ما یک وقتی خسته کننده میشه دیگه و همین دیگه. همونجور داشتم میگفتم میگم در چنل چندگانگی زیاده و میخوام تصمیم بگیرم که واقعا هدف چنل ما چی باشه. مثلا اینکه فقط ما در حوزه روبلاکس فعالیت کنیم یا فقط ماینکرافت، فقط ماک یا چه میدونم یه همچین چیزایی. اگر پیشنهادایی دارین تو کامنت حتما واسم بنویسین، خوشحال میشم نظراتتون رو بخونم و بدونم. این کلیات جزئیات این که اگر کسی از شما مایل به همکاری با ماه سوش پیدا کردم زیر سبد نونه بزن بریم. آره داشتم میگفتم اگر کسی از شما هست که یک مقداری بهتر از من ادیتینگ بلده و ویدیو ما رو میبینید میگه بابا مگه اینا یه ادیتور درست حسابی ندارن و علاقه‌مندی که با ما همکاری کنه، تو کامنت ها به من بگه که ببینیم سر این بیل است. بیا تو کامنت ها به من بگه که آیا امکان این رو داره که برای ما ادیتور بشه. البته فقط اینو بگم که ما الان چون درآمدزایی نداریم نمیتونیم پرداختی داشته باشیم و خب از اونجایی که ویدیو خیلی دیر به دیر آپلود میکنیم و ویدیومون خیلی ویدیوهای سنگین نیستن، ادیتش خیلی سخت و چالش برانگیز نیست. من خیلی توقع ادیت خیلی کولاکی رو ندارم، ولی خب یه چیزی که بهتر از کار خودم باشه دیگه، چون من واقعا ادیت رو خودمون زیاد گرفتم و اصلا توش حرفه‌ای نیستم. اگر براتون سواله من از چه نرم افزاری استفاده میکنم، من از پریمیر استفاده میکنم و یه مش پک ادیتینگ و فلان اینا از این آدم ورگیر آوردم و خب میگذارنیم دیگه، کار میکنه، جواب میده. به علاوه این که این نکته بود که میخواستم بگم در رابطه با ثبتایی شدن، من خیلی دوست داشتم یک چیز قرعه کشی برگزار کنم. اگر از اون دسته افرادی هستن که از خیلی قدیم ما سابسکرایب میکنن و ویدیوهای ما رو دنبال کردن، شاید بدونید که ما چندین بار گفتیم قرعه کشی روباکس و فلان و اینا. گفتیم قرعه کشی روباکس و فلان
اینا، ولی هیچی به هیچ کس ندادیم. دلیلش این بود که دلیلش این بود که ما انقدر سابسکرایبر و ویور کم داشتیم که اصلا امکان دادن جایزه وجود نداشت. یعنی ما میرفتیم روباکس میخریدیم، ببین بغل این برای هشتگ ما میرفتیم روباکس میخریدیم، بعد ورکشی برگزار میکردیم، بعد چون هیچ از شرکت نمیکرد مجبور بودیم روباکس ها خودمون استفاده کنیم. حالا خلاصه گفتم که 100 تایی که شدیم بیایم و واقعا یک قاعده‌کشی درست حسابی برگزار کنیم و البته اینم فقط وقتی ممکن میشه که شما همکاری بکنید. اگر کسی همکاری نکنه دوباره همون اتفاقای دفعه قبل میفته و خب بعضا هیچی به هیچی، پشت گلدون سپه. این کلیات چیزهایی بود که میخواستم بهتون بگم و یه نکته دیگه هم که حالا نمیدونم بگم نگم، حالا میگم دیگه، اینکه ما با روحام یه ویدیو خواهیم داشت که میتونید بهش بگید فیس ریویل. البته که من قبلا چهره خودم رو توی چنل نشون دادم ولی قیافه روحامو شما 100% نمیشناسید. یه ویدیو اونجوری هم خواهیم گرفت با هم، چون بالاخره من بعد حدود 1 سال اینا دارم میرم ایران و بچه های ایران رو خواهیم دید و خیلی قراره خوش بگذره. حالا به من شاید نمیدونم، ولی ممکنه ما توی مدت ویدیو آپلود نداشته باشیم، چون خودتون بهتر از من میدونید دیگه فیلترینگ و فلان اینا همش هست دیگه و باعث میشه که آپلود ویدیو سخت بشه. این آرکید خلاصه و این کلی چیزایی بود که میخواستم بهتون بگم. ببخشید اگه بعد حرف میزنم، اگه میکنم، مثل اینه که خب من هیچ کدوم از ویدیوام واسش متن نمی‌نویسم و همش بداه هست. امیدوارم که از این ویدیو کوتاه و خودمونی لذت برده باشید. این بازی هم لینکش رو توی دیسکریپشن براتون میذارم که اگه دلتون خواست بازی بکنید و حتما تو کامنت ها اگه پیشنهادی، انتقادی، نظری، درخواست همکاری، هر چیز دارید برام بنویسین. خیلی خوشحال میشم جواب بدم و همین دیگه. راستی این دکمه آخری هم زیر این صفحه هست و مثل همیشه تا درود دیگر بدرود.